برای ما انسان‌ها که روی خشکی زندگی می‌کنیم همیشه دونستن چیزایی که زیر آب و توی اقیانوس‌ها اتفاق میفته خیلی جذاب بوده، اما متاسفانه تا امروز ما کلاً چیزی بین 5 تا 10% از اقیانوس‌هامون رو کشف کردیم و میدونم که ویدیوهایی که در مورد اقیانوس هستن برای شما هم خیلی جذابه. شاید شما هم توی چند وقت اخیر ویدیو مچاله شدن زیردریایی تایتان که رفته بود کشتی تایتانیک رو ببینه رو دیدید و شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چرا یه زیردریایی که با فناوری روز دنیا درست شده توی یه عمقی از دریا مچاله شده، اما ماهیایی که حتی از اون پایین‌تر هم میرن سالم میمونن. من جوابشو قراره توی این ویدیو برای شما بگم. برای شروع ما خیلی آروم آروم به عمق اقیانوس میریم و از عمق 200 متر شروع میکنیم. جالبه که بدونید تمام ماهیایی که ما میشناسیم، یعنی بیشتر ماهیایی که ما میشناسیم، توی همین عمق زندگی میکنن و پایین تر از اون نمیتونن برن. چرا که نور کافی وجود نداره و فشار آب باعث مرگشون میشه، پس اونا تو همون عمق زندگی میکنن. اما هممون مطمئنیم که موجودات خیلی زیادی توی عمق‌های بیشتر هم زندگی میکنن و ما همونطور که گفتم مقدار خیلی کمی از اقیانوس‌ها رو کشف کردیم و بیشتر اون ناشناخته است برای ما. با عمق 1000 متر ادامه میدیم. به این قسمت از آبها، یعنی عمق 1000 متر، منطقه نیمه شب میگن و یه جورایی هیچ نوری توی این منطقه وجود نداره. دما توی این منطقه حدود 5 درجه سانتیگراده و جالبه که بدونید اونجا خیلی آرومه. حتی اگه بزرگترین و وحشتناکترین طوفان‌ها توی سطح اقیانوس‌ها اتفاق بیفته، ماهی‌ها و جونورایی که توی اون قسمت دارن زندگی میکنن اصلاً متوجهش نمیشن. اما چیزی که ما رو به جواب سوالمون یه مقدار نزدیک میکنه فشار آب توی این منطقه است. فشار آب توی منطقه نیمه شب چیزی حدود 100 ATM. ATM واحد اندازه‌گیری فشار اتمسفره. یه مثال براتون میزنم که راحت‌تر بتونید اینو درک کنید. برای مثال اگه فردی کنار ساحل وایساده باشه و هنوز توی آب نرفته باشه، فشاری که روی بدنش احساس میکنه چیزی حدود 1 ATMه. حالا تصور کنید این آدم رو به منطقه نیمه شب ببرن، جایی که فشار اتمسفر 100 ATMه. باور کنید که هیچی ازش نمیمونه و در ثانیه مچاله میشه. حالا که ATM رو شناختید قطعاً متوجه این شدید که توی عمق 1000 متر زندگی کردن غیر ممکنه و سوالی که پیش میاد اینه که ماهی هایی که توی اون منطقه هستن چطوری میتونن زنده بمونن؟ جواب سوال تکامله. تکامل باعث زنده موندن اونا توی همچین فشاری شده. این موجودات توی میلیون ها سال تلاش کردن که آروم آروم 1 متر به 1 متر پایین تر برن و توی عمق دریاها بتونن زندگی کنن تا هم جای امن‌تری از دست شکارچی‌ها داشته باشن و هم به غذایی که نیاز دارن برسن. پس در نتیجه تکامل در میلیون ها سال باعث شده که اونا این قدرت رو توی بدن خودشون داشته باشن که بتونن توی همچین عمقی زنده بمونن. یکی از تفاوت‌های خیلی بزرگی که بین جونورای کم عمق و عمق زیادتر وجود داره ظاهر اوناست. ماهیایی که توی عمق کمتر و 200 متر اینا هستن رنگ و برنگتر و زیباترن، اما هرچی پایین‌تر میریم ماهی‌ها با ظاهر خیلی عجیبتر و بیرنگتر دیده میشن. درست مثل چیزی که دارید توی تصویر میبینید. یه جورایی دیدن این ماهی توی این همچین عمقی که نور هم وجود نداره غیر ممکنه. اسم این گونه از ماهی که توی تصویر دارید میبینید و گفتم خیلی بیرنگه، بندپایانه. این بندپایان رو واقعا نمیشه دید اما بازم توی دریا یه سری شکارچی هستن که چشاشون خیلی قویه و میتونن اونا رو ببینن و شکارشون کنن، که درست همون ماهی ها هم به دلیل تکامل میتونن توی این تاریکی ببینن. اونا هم توی میلیون ها سال تمرکزشون رو گذاشتن روی چشماشون که بتونن توی این عمق ماهی ها و موجوداتی که زندگی میکنن و شکار کنن و بخورن، چون اونجا واقعا تاریکه. یکی از این ماهی هایی که چشمای خیلی تیزبینی داره اسمش نیشدندونه که یه ماهی خیلی ترسناکی هم هست، واقعا شکارچی وحشتناکیه. اونا همونطور که گفتم چشمای خیلی قوی دارن که میتونن همه چی رو توی این تاریکی ببینن. بچه‌ها یه ماهی خیلی خفنی که اونجا وجود داره اسمش نمیدونم چیه، اما میتونه فشار آب رو رد بکنه. این ماهی عجیب در واقع به دلیل شکل بدنش و آیرودینامیک بدنش که کله گنده و دنباله باریکتری داره میتونه فشار آب رو رد بکنه بدون اینکه خودش احساس بکنه.
یه موجود باحال دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش جورپاه که میتونه از حتی 1600 متر هم پایین‌تر بره. اینم از همون خانواده خرچنگ‌های معمولی خودمونه که خیلی سال پیش جدا شده و کوچ کرده، رفته پایین‌تر، یه جوری رفته دنبال زندگی خودش. که شما ممکنه توی تصویر فکر کنید این موجود خیلی بخواد بزرگ باشه 10 سانتی متره، اما همین موضوع باعث شده که اندازه اونا حتی به 1 متر هم برسه. حالا باز خرچنگ‌ها به نظرم قابل تحمل‌ترن. تصور کنید خرچنگی که شکلش تغییر کرده و میلیون‌ها سال توی تاریکی زندگی میکنه 1 متر هم باشه و ما از شانس بد به اون بر بخوریم. حالا قسمت خیلی جذاب اقیانوس‌ها جاییه که یه سری ماهی به دلیل فرآیندهای شیمیایی که توی بدنشون اتفاق میافته نور میدن که به این نورک‌ها زیست تابی میگن. اونا هم باز به خاطر تکامل که بتونن توی تاریکی زنده بمونن نور میده بدنشون. حالا این نور اصلا به چه کار میاد؟ ماهیای کوچیکتر میتونن نور بدن تا ماهیای بزرگتر رو فراری بدن. از یه طرف هم ماهیای بزرگتر نورای کوچولویی از خودشون نشون میدن که بقیه ماهیای کوچیکتر نترسن و بتونن به اونا نزدیک بشن و شکارشون بکنن، که در واقع خودشون رو طعمه قرار میدن که ماهی‌ها به سمتشون بیان و بتونن اونا رو خیلی راحت‌تر و بدون هیچ زحمتی بخورن. یه سری کارهای دیگه هم حالا با این نورا انجام میدن که خیلی مهم نبودن براتون بخوام بگم. خیلی خوب، حالا که داریم آروم آروم پایین‌تر میریم، مثلا توی عمق 2000 متر یا بیشتر، بزرگترین مشکلی که برای جونورا و ساکنین این منطقه وجود داره مشکل غذاییه، چرا که تنوع غذایی به شدت اونجا کم میشه. اما باز هم برای این موجودات غذا پیدا میشه، چیزی به اسم برف دریایی. ممکنه که یکم عجیب به نظر برسه چون ما اصلا برف که داخل آب نمیره، اما این برف از نوع دریاییه و با برف ما مقداری فرق میکنه. موجودات خیلی زیادی اون بالاها زندگی میکنن، اونا میمیرن دیگه. زمانی که بمیرن تیکه های بدن اونا مثل برف سرازیر میشه به عمق‌های بیشتر که تمام ماهی‌هایی که اون پایین هستن طبقاتی از این برف‌های دریایی مصرف میکنن و غذاشون همین برف‌های دریاییه. جالبه که بدونید یه سری از موجودات توی عمق 2000 متری یا بیشتر از اون هم هستن که درست به خاطر وجود همین برف‌های دریایی تکامل پیدا کردن. پورتاران نوعی کرم دریاییه که مثل یه عنکبوت میتونه با بزاق دهنش تار درست بکنه. تار رو درست میکنه، برفای دریایی رو میگیره، ذخیره میکنه و هر وقت که دلش بخواد اونا رو میخوره و تکاملش به خاطر همین تیکه های لاشه های حیوانایی که بالاتر هستن، برف دریایی. حالا بعد از تمام کسایی که از این برفای دریایی تغذیه میکنن، مقداری هم از این برفا به کف اقیانوس‌ها میریزه و جالبه که بدونید حتی کف اقیانوس‌ها هم موجوداتی هستن زندگی میکنن که این برفا رو بخورن. یعنی این برفای دریایی باید حتما خورده بشه، نمیشه اینا توی آب بمونه. موجودی اونجا تکامل پیدا کرده که این برفا رو بخوره که بهش میگن خیار دریایی. موجودی که میتونه توی عمق خیلی زیاد زنده بمونه، یعنی یه خیار تونسته توی آب بمونه، متلاشی نشه، اما اون زیر دریایی مچاله بشه. حالا جالبه در مورد این خیار دریایی یه مسئله بهتون بگم که هم توی عمق 200 متر میتونه زنده بمونه، هم توی عمق 2-3 هزار متری و هیچ فشار آب اصلا متوجه نمیشه. چه جوری میشه توی همچین فشاری خیار دریایی زنده بمونه؟ حالا من جلوتر براتون بیشتر توضیح میدم دلیلشو. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که دلیل این موجودات بافت آبه زیر بدنشونه. ببینید اون خیار دریایی داخل بدنش هم آب هست، هم از بیرون آب هست هم از داخل آب هست. به همین دلیله که این دیگه له بشو نیست، توش هم آبه. فشار از هر دو طرف به موجوداتی که توی این عمق هستن وارد میشه و در نتیجه مچاله نمیشن، له نمیشن، چون از هر دو طرف فشار دارن
این رو دیگه خیلی ساده براتون توضیح دادم. حالا اگه بخوایم سراغ زیردریایی تایتان بریم و به جواب سوال اصلیمون برسیم و با خیار دریایی مقایسش کنیم، جواب اینه که تایتان از داخل فشاری نداشت و تمام فشار آب از خارج به این زیردریایی وارد می شده. پس در نتیجه وقتی که اونا به عمق زیاد رسیدن که اون زیردریایی نمیتونست دیگه فشار رو تحمل کنه، توی چند لحظه له شد و تمام سرنشیناش متاسفانه مردن. در آخرم میخوام یکی دیگه از عجیب ترین موجودات دریایی رو براتون بگم که از همشون جونش خیلی بیشتره، فشار مشار واقعا سرش نمیشه. اسمش حلزون ماهیه که این حلزون ماهی رو تو عمق 9000 متری هم دیدن، حتی تو گودال ماریانا هم دیدن که اونجا عمیق ترین نقطه کشف شده توی اقیانوس هاست و این حلزون ماهی خیلی خفنه به نظرم. کلا همه چی این ویدیو به نظر من عجیب بود. نظرتون رو در مورد این ویدیو حتما بنویسید. اگه دوست دارید این مدل ویدیو رو بیشتر توی کانال داشته باشیم، 2 بار نظرتون رو بنویسید. خدا نگهدار.